نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب دجى. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با قسمت دیگری از برنامه آن روی سکه. در این قسمت در مورد موضوع مهمی صحبت می‌کنیم، موضوعی که طی تقریباً 2 سالی که گذشت قلب‌های مسلمان‌ها رو و حتی غیر مسلمانان منصف و با وجدان رو جریحه دار کرده. قضیه فلسطین و جنگی که در غزه جریان دارد و 10,000 نفر زن و کودک و انسان‌های بیگناه در این مدت به شهادت رسیدن و شهر غزه و کلاً کرانه باختری و شهرک‌های ماحول آن به طور کامل می‌توانیم بگیم که از طرف ارتش جنایتکار صهیونیستی تخریب شده و در این مدت همونطوری که شاهد هستیم همه جهان در سکوتی مرگبار قرار دارند و هیچ گونه صدایی از بشریت بلند نمیشه در مقابل این جنایت هایی که در اونجا صورت میگیره. به هر صورت در برنامه امروز در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد. همچنین همونطوری که میدانید این برنامه آن روی سکه در شبکه جهانی نور به طور زنده پخش میشه و همچنین در کانال یوتیوب ندای حق و عزیزانی که این برنامه رو شاهد هستند امیدواریم که در صفحات اجتماعی برنامه رو شیر بکنن و مطالبی رو که در اینجا بیان میکنیم مطالب خیلی مهمی است، دروسی است که باید از اتفاقاتی که میفته هر مسلمان بگیره. به هر صورت دوستان عزیز و بزرگوار، مختصری در مورد وضعیت غزه در حدود 1 ماه بعد وارد سال 3 میشه. محاصره غزه و جنگ ظالمانه‌ای که در اونجا جریان دارد. در مورد وضعیت انسانی و بحران زندگی که در اونجا وجود دارد همه شما در جریان هستید که بیش از 70,000 نفر تا کنون به شهادت رسیدن که بیشتر این تعداد را زنان و کودکان بی‌دفاع در بر میگیره و تعداد زیادی هم زخمی و مفقود الاثر وجود دارد. قحطی شدیدی مردم غزه رو اذیت میکنه، وضعیتی که میتوانیم بگیم یک وضعیت فاجعه آمیز است و بیش از 90% از مردم غزه در زیر خط فقر زندگی میکنند و از همه امکانات زندگی بی‌نصیب هستند. چیزی در حدود
200 الی 300 هزار کودک در غزه از سوء تغذیه رنج میبرن و زیرساخت‌های حیاتی در غزه کاملا از بین رفته و شاید بعضی از تصاویر رو اگر دوستان بتوانن بعضی از تصاویر رو به نمایش بگذارن میبینیم که کلا با خاک یکسان شده خیلی از مناطق غزه. وضعیت فاجعه آمیز دیگر نبود آب آشامیدنی و سیستم بهداشتی است که یک فاجعه به تمام معنا در این زمینه وجود دارد که آب آشامیدنی، سیستم فاضلاب، تصفیه آب، همه اینها از هم فرو پاشیده است. بیش از 80% از اراضی کشاورزی و بیش از 80% از پوشش درختی در بخش‌های مختلفی از غزه توسط جنایتکاران صهیونیستی کاملا نابود شده است. دسترسی به برق تنها در حدود 5% از مردم غزه دسترسی به برق دارن، اونم با وسایلی که جنراتورها و اینها که اونم در بعضی از مناطق. مشکل درمان و بهداشت که از مرز فاجعه گذشته است، تقریبا همه بیمارستان ها تخریب شده و تعداد اندکی از کارمندان و کادر پزشکی فعلا فعال هستند، اونم در وضعیت خیلی بد در بیرون از بیمارستان ها، در زیر خیمه ها و همه تجهیزاتی که وجود داشت، تجهیزات پزشکی و تجهیزات بیمارستان ها، بیشتر آنها تخریب شده و امکانات پزشکی اصلا در دسترس عموم مردم قرار ندارن. حتی وضعیت خیلی از کسانی که در حالت بحرانی قرار دارن اونها هم نمیتوانند که از امکاناتی که وجود داره در خارج از غزه استفاده بکنن و حتی کمک هایی هم که به این منطقه رسیده در پشت مرزها به دلیل محاصره شدیدی که وجود دارد متوقف است و این کمک ها به داخل غزه نمیره. بیماری های شدید مانند بیماری های تنفسی، اسهال در کمپ ها، در زیر خیمه هایی که مردم زندگی میکنن به شدت شیوع پیدا کرده. مشکلات اقتصادی و معیشتی که دیگه اصلا نمیشه در موردش صحبت کرد، چیزی به اسم اقتصاد و کار و این چیزا اصلا وجود نداره. میتوانیم بگیم 100% مردم غزه در بیکاری هستند و هیچ گونه کار و زندگی برای آنها در اونجا وجود نداره. خب دوستان عزیز و بزرگوار، همچنین لحظاتی از مشکلات و سختی هایی که در اونجا هست رو با هم میبینیم. دوستان عزیز تصاویری رو پخش میکنن و میتوانیم بگیم که تقریبا بیش از 1,900,000، یعنی اگر جمعیت غزه رو 2 میلیون شما تصور بکنید، 1,800,000 تقریبا تا حدود 1,900,000 در خیابان ها زندگی میکنن، خانه هاشون رو از دست دادند. محدودیت هایی که در مرزهای اطراف غزه وجود دارد، چون تقریبا میشه گفت که از 20-25 سال به این طرف در یک محاصره شدیدی این منطقه قرار دارد که هیچ گونه ارتباطی با خارج حتی در زمانی که جنگ هم نبود وجود نداشت. الان که دیگه شدیدتر شده. قبلا خب بعضی از تونل های زیرزمینی بود از مصر، از بعضی کشورهای دیگه راه های امدادی وجود داشت که مردم میتونستن مایحتاج خودشون را از اونجا پنهان از دید سربازان جنایتکار صهیونیستی به داخل غزه بیارن. این امکانات هم کلاً از بین رفته است و یک محاصره شدیدی هم از طرف اسرائیل و هم از طرف
کشورهایی که در چهار اطراف غزه هستند و حتی از فلسطینی هایی که در مناطق خودمختار و شهرک هایی که در زیر سلطه تشکیلات خودگردان فلسطین به رهبری محمود عباس وجود دارد، از اونجا هم هیچ گونه یاری و مددی برای مردم غزه نمیرسد. خب دوستان عزیز، یک میان برنامه کوتاه میبینیم و بعد از اون انشاءالله دوباره در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب دجى هواها السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب خب بینندگان عزیز گرامی، در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه. در اینجا هدف ما از این برنامه، در حالی که برنامه‌های زیادی در مورد فلسطین و مشکلات فلسطین در کلیپ ها صحبت کردیم، اما سبب اصلی که امروز این برنامه رو میریم این است که بعد از 2 سال تقریباً و سال سوم داره داخل میشه، تعدادی از مسلمان ها به مرز ناامیدی رسیدن. سر صدایی رو از این طرف آن طرف میشنوید از بین علما، دعوتگران، عامه مردم، سیاستمداران که حماس چرا این کارو کرد، چرا این اتفاق افتاد، چرا 7 اکتبر، چرا حمله کردن به اسرائیل، چرا و چراهایی که کم کم از حس ناامیدی و شاید هم دلسوزی در بین مسلمان ها شنیده میشه. در این برنامه تصمیم گرفتیم که در این مورد صحبت بکنیم، در مورد مشکلات که در غزه وجود دارد، جنگ، کشتار و وضعیتی که در اونجاست. از طریق رسانه ها، از طریق سوشال میدیا حتما شما عزیزان اطلاع کافی دارید. عده‌ای هم از این جو دارن سوء استفاده میکنن. بعضی کشورها، بعضی شرکت‌ها، بعضی سازمان‌های بین‌المللی، بعضی کشورهای اسلامی و غیر اسلامی از همین الان آمادگی گرفته هستن. به خاطر چی؟ به خاطر غزه بعد از حماس. یعنی مجاهدین کلا در غزه سرکوب میشن، حماس کلا از بین میره و اینا دارن آمادگی میگیرن که بعد از اون بیان دیگه دوباره برای خودشون بزنسی و تجارتی در اونجا دست پا بکنن. حالا خونه بسازن و بعد منتی هم سر مردم بگذارن و برق بیارن و تجارت و بزنس، خلاصه در این فکر هستن دیگه. سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های خیریه و اینها
چون میدونید که این کمک هایی که مثلا به سازمان ملل و به مؤسسات خیریه بین المللی میشه شاید 10% به مردم برسه، 80% این حیف و میل میشه خرج میشه در بین خودشان. شاید دیده باشید خاصا مهاجرین افغان در پاکستان شاهد هستن که بهترین ماشین ها رو کارمندای سازمان ملل سوار میشن، بهترین حقوقهای 10,000 و 15,000 دلار رو حتی کارمندای محلیشون که از بین خود مهاجرین هم انتخاب میشن، یعنی در بهترین حقوق ها رو میگیرن. بیش از 80-90% این پولایی که کمک میشه به این سازمان ها حیف و میل میشه در بین کارگرانی که در کشورهای خودشون اکثرشون کسی به اونا کار نمیده و بیشتر اینها انسان‌های فاسق، فاجر، زناکار، دزد، عیاش، شرابخوار هستن. در بینشون انسان‌های خوبی هم هستن، ولو اینکه غیر مسلمان باشن، در بینشون انسان‌های واقعاً با وجدان و انسانی وجود داره. اما عموماً این وضعیت است، یک نوع تجارتی است برای همه. از یک طرف مدتی است که می‌بینیم در بین افغان‌ها، در بین ایرانی‌ها، در بین عرب‌ها گروه‌های واتسابی، نمیدونم مؤسسات خیری، افرادی مشهور و غیر مشهور به نام فلسطین و به نام غزه شروع کردن به پول جمع کردن و به اصطلاح فرستادن کمک. بعضیاشون صادق هستن، همشون نمیگیم، واقعا این کمک ها رو میرسانن به دست مردم در غزه. آیا از چه طریقی؟ طرق مختلفی وجود داره. هنوز هم هستن بعضی از تجار، بعضی از کسانی که پول نقد رو میگیرن و قسمت کمیسیون خیلی زیاد، یعنی 30 الی 40% کمیسیون، یعنی شما مثلا $100 کمک بکنید 40 دلارش رو اینا کمیسیون میگیرن و این یک ظلمی آشکار است. شاید اونا برای خودشون دلایل خاص خودشون رو داشته باشن، چون میدونید که هیچ گونه ارتباط مالی و هیچ گونه ارتباط اقتصادی با غزه وجود نداره. اما از یک طرف تجارت شده برای خیلیا که بر سر خون مردم فلسطین و خاصتا مردم مظلوم و بی‌دفاع غزه دارن تجارت میکنن. واقعیت این است که به سبب بسته بودن مرزها هیچ گونه کمک شخصی به داخل فلسطین نمیره. این یک واقعیت است. حتی یک بطری آب را هم کسی نمیتونه بفرسته، نه تنها از طرف اسرائیل بلکه از طرف دولت‌های به ظاهر اسلامی که در اطراف غزه هستن، مانند اردن و مصر و اینها هم هیچ گونه اجازه داده نمیشه کسی یک بطری آب را هم انتقال بده. همه اینا در انتظار این هستن که کی حماس کلان از بین میره و خلاصه اینا یک شادی و پایکوبی رو راه میندازن و خلاصه میرن غزه رو به اسرائیل تحویل میدن. پس کسانی که کمک میکنن، مسلمانانی که کمک میکنن، خیلی باید در این زمینه دقت بکنن. اموالتون رو به دست هر کس و ناکسی ندید. و از یک طرف میبینیم که کمک هایی هم که داره میشه، تصاویری رو هم که میبینید، یا از طریق هوایی کمک ها رو توسط صندوق ها میریزن بر بالای مردم فلسطین. خود این یک نوع توهین و اهانت است و تا حالا صدها نفر در زیر این صندوق ها جان دادن. شما تصور کنید یک صندوقی که شاید بعضیاش تا 500 کیلو 1 تن هم برسه، این رو توسط چترهای نجات رها میکنن و بیش از 70-80% این کمک ها در بیابان ها در مناطق دوردست که اصلا انسانی در اونجا وجود ندارد میفته و تعداد زیادی هم از این کمک ها در دریا سقوط کرده و آخرین گزارش که خوندم 300-400 نفر فلسطینی به خاطر به دست آوردن این کمک ها وارد بحر شدن و غرق شدن در اونجا. و تعداد اندکی هم که از اینها میفته در بین مردم، یا روی خیمه طرف ببینید خونش رو از دست داده، یک خیمه دست و پا کرده، حالا پارچه چیزی پیدا کرده برای خودش یک سرپناهی درست کرده، این صندوق 1 تنی میفته، این خونه و زندگی و زن و بچه اینو در اونجا نابود میکنه. بعضیا به دنبال این چادرهای نجات میرن زیر این صندوق ها که این رو به دست بیارن، صندوق میفته رو سرش، جا به جا اونجا میمیره. بر صورت از این مشکلات زیاد وجود داره و هیچ راه کمکی وجود نداره. حالا شاید بعضیا راههای خاصی رو
سراغ داشته باشن لطفاً علنا بگن یا برای کسانی که ازشون کمک دریافت میکنن بیان بکنن که از چه طریقی این کمک ها رو به غزه میفرستن. پس در این زمینه خیلی دقت بکنید و پولتون رو به هر کس و ناکسی ندید که به بهانه کمک به فلسطین عده‌ای دارن تجارت میکنن و این یک واقعیت است. یکی از مشکلات دیگری که واقعا در این روزها سر و صدا کرده قضیه مرگ و میر مردم به خاطر گرسنگی است. یعنی یک قحطی تمام عیار امروز حاکم است در اونجا و مردم از گرسنگی دارن میمیرن. تصور بکنید در قرن 21 در سال 2025 و این همه کشورها و این همه مدیا، رسانه ها، سازمان های جهانی، حقوق بشر، حقوق حیوانات، حتی دل سازمان های حقوق حیوانات به حال حیوانات غزه هم نمی سوزه و تعدادی هم دارن اشک تمساح میریزن از بین کشورهای اسلامی، از بین علما و مؤسسات اسلامی که بله وضعیت فلسطین این گونه است، وضعیت مسلمان ها این گونه است و فلان است این است. امروز وضعیت غزه دقیقاً میتوانیم بگیم که به وضعیت مسلمان ها در محاصره مکه در شیب ابی طالب برمیگرده، در سالهای اول شروع دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. همون روش، همان اسلوب، همان طریق و همونطوری که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میفرمایند که ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. هنوز هم اینها دارن با شما می جنگن تا شما را از دینتان برگردانن، شما را کافر بکنن، شما را از دینتان دور بکنن اگر که بتوانن. و این که امروز بعضی از مسلمان ها به حالتی رسیدن که ناامید شدن، شروع کردن به هذیانگویی که های این شد، آی حماس چرا این کار کرد، مجاهدین چرا این کار کردن، چرا جنگ کردن، چرا فلان کردن. دوستان عزیزی که این حرفا رو میزنن یا کسانی که اصلا از واقعیت ها آگاه نیستن، از روزی که ارتش اسرائیل از غزه عقب نشینی کرد و این منطقه رو به تشکیلات خودگردان فلسطین سپرد و بعد از اون در انتخابات حماس پیروز شد و باید حرکت مقاومت اسلامی حماس کابینه تشکیل میداد و کل این سرزمین هایی رو که به اصطلاح اسرائیل عقب نشینی کرده و فلسطینیا واگذار شده بود، بعد حکومتش دست حماس میشد. بر اساس چی؟ بر اساس همون روش و منهجی که اونها اعتقاد دارن که دموکراسی است، انتخابات آزاد است. انتخابات آزاد شد، مردم 90% به حماس رای دادن. اما بعد از پیروزی حماس دقیقاً همون کاری شد که در اردن شد، در الجزایر شد، در تونس شد، در مصر شد. کودتا کردن، خلاصه حماس رو نذاشتن و یک منطقه کوچیک غزه که بیش از 2 میلیون جمعیت در اینجا زندگی میکرد، منطقه بسیار کوچیکی رو که نتونستن این رو به زور بگیرن از دست حماس موند در اینجا و حکومت خودش رو تشکیل داد و بقیه قسمت ها در دست تشکیلات خودگردان، اول یاسر عرفات بود و بعدن هم محمود عباس، سگ زرد برادر شغال، هر دوتاشون جاسوس اسرائیل. این وضعیت اونجاست و در قبل از 7 اکتبر هم یعنی وضعیت خوبی نداشتن مردم در اونجا. همین مشکلات، همین محاصره، همین بیمارها در سر مرز منتظره که اجازه داده بشه که اینا از مرز برن، میمردن. بیمارستان ها دارو نداشتند، عمل جراحی به دشواری صورت می گرفت، مواد غذایی خیلی گران بود، در دسترس مردم نبود. یعنی فقر شدید، 80% مردم در خط فقر زندگی می کردن. بعد تعداد میگن که حالا چرا حماس این کارو کرده؟ یعنی حماس دیگه کارت به استخوان رسیده بود و چاره دیگری نداشت و اعترافات خود سران اسرائیل این رو بیان میکنه که اینا تصمیم گرفته بودن که یک عملیات بزرگی رو، همین عملیاتی رو که بعد از 7 اکتبر راه انداختن، قرار بود همین عملیات رو اینا راه اندازی بکنن، ولو اینکه 7 اکتبر اصلا رخ نمیداد، ولو اینکه فلسطینیا حمله نمیکردن، اونها میرفتن و حمله میکردن و همین جنایاتی رو که الان دارن انجام میدن اون زمان هم انجام میدادن. 7 اکتبر یک بهانه‌ای شد براشون. به هر صورت، اما
دقیقاً همین وضعیت یک در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم هم رخ داد. جنگ احزاب، مشرکین از پایین آمدن، از بالا هم یهود عهد و پیمان خودشون رو شکستن. مدینه از دو طرف محاصره شد، مثل منگنه، دقیقاً در محاصره دو طرفه و راه فراری هم برای مسلمان ها وجود نداشت. پایین رو چیز کشیده بودن، خندق کشیده بودن، نه خودشون میتونستن خارج بشن، اون طرف مشرکین بودن و نه اونا میتونستن وارد بشن. بالا هم همه قلعه های یهودیا بود و از اون طرف هر مسلمانی که میخواست رد بشه اونا با تیر میزدن. در این وضعیت یک محاصره به تمام معنا واقع شد و الله سبحانه و تعالی وضعیت مسلمان ها را در این آیه رو دوستان عزیز اگر نشون میدن، در سوره احزاب آیه 10 الله متعال این گونه بیان میکنه: اذ جاءکم من فوقکم و من اسفل منکم. وقتی که از بالا هم آمدند و از پایین هم آمدند. و اذ زاغت الابصار، چشم ها همینطور مونده بود. که کسی در حالت وحشت و در حالت ترس و دلهوره باشه همینطور چشماش میمونه. و بلغت القلوب الحناجر، قلب ها به حنجره ها رسیده بود. یعنی این وضعیت رو تنها کسانی میتوانند تصور بکنن که در زمانی که مثلا روس ها محاصره میکردن مجاهدین رو در یک منطقه، زمین، آسمان، همه چیز در اختیار اونها بود. یا زمانی که آمریکا آمد مثلا تعداد اندکی از مجاهدین مخلص رو در کوههای تورا بورا و شایکوت و این مناطق محاصره کرده بود. الله متعال یک اصطلاح عجیبی رو در اینجا کار میبره: بلغت القلوب الحناجر، قلب ها به گلوگاه رسید، به حنجره رسید. چطور میکنه در قلب انسان؟ گاهی اوقات دیده باشید بعضی پیرمردا پیرزنا میگه دل و جگرم به دهنم اومد، میگه دل و جگرم به دهنم اومد. این حالت رو یعنی تصورش مشکل هست، اما الله سبحانه و تعالی همین حالت رو تمثیل میکنه که بلغت القلوب الحناجر، قلب ها به گلوگاهشان آمد. و تظنون بالله الظنون، اینجا بود که دیگه گمان زنی ها شروع شد. حتی بعضی در مورد الله متعال هم بدگمان شدن، گمان ها کردن. پس کجاست الله؟ کجاست پیروزی الله؟ کجاست وعده الله؟ من از یکی شنیدم چند روز پیش میگفت خب الله متعال وعده کرده که مؤمنین و مسلمان ها رو پیروز میکنه. پس کجاست این پیروزی؟ بس نیست؟ غزه کلا به خاک یکسان شد، این همه انسان شهید شدن. در آیه بعدی الله سبحانه و تعالی میفرماید که هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. اینجا بود که مؤمنین امتحان شدند و تکان شدیدی خوردن. چه خبره؟ ایمانتو داری از دست میدی؟ عقیدتو داری فراموش میکنی؟ به الله داری بدگمان میشی؟ کجایی تو؟ یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین دوباره ایمان بیاورید، چه خبره؟ اینجا بود که وضعیت به نفع کی شد؟ به نفع منافقین، اونایی که لا اله هؤلاء و لا اله هؤلاء، نه این طرفن نه اون طرف، وسطن. هر طرف که سنگینی کرد، کفه ترازو هر طرف که سنگینی کرد همون طرفن. اسرائیل اگر پیروز شد، بله خب ما گفته بودیم دیگه، حالا حماس چرا این کارو کرد، نباید این کارو میکرد فلان. اگر دید که حماس، بله ما که با شما بودیم، ما طرفدار مجاهدین هستیم. این جماعت منافق همیشه در اوضاع سخت و دشوار اینا دیگه صداشون در میاد. این صداهایی که امروز در میاد که چرا این کارو کردن، چرا اون کارو کردن، ای کاش که نمیکردن، ای فلان شد، اله شد، نمیدونم مردم مردن، اینا دلشون بال مردم نمیسوزه. اینها فی قلوبهم مرض. الله متعال در قرآن کریم 3-4 گروه رو برای ما معرفی میکنه: الذین آمنوا، الذین کفروا، الیهود و النصارى والذین فی قلوبهم مرض. فضل این در دلهایشان بیماری است. اینا چی میگن؟ چرا این کارو کردن؟ چرا اون کارو کردن؟ اگر با ما میبودن کشته نمیشدن. در زمان پیامبر هم اینو بودن. وقتی که مسلمان از احد برگشتن، بیش از 70 نفر شهید دادن. اگر با ما میبودن اینطوری نمیشدن. اگر با ما میبودن نمیرفتن جهاد، نمیرفتن کشته نمیشدن. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، کسانی که منافق بودن در قلبهایشان مرض بود،
ما وعدنا الله و رسوله الا غرور. الله و رسولش به ما وعده‌های الکی دادن، وعده‌های درست حسابی نبوده. یعنی نمیخوام بگن الله و رسولی وجود نداره، صریحا انکار نمیکنن چون میترسن، همیشه دو دلن، نصف دلشون این طرف نصف دلشون این طرف. یعنی نمیان انکار بکنه، میگه والله این وعده ها دروغ بوده. بعد از اون یک تعدادی هم اومدن چه گفتن؟ و اذ قالت طائفه منهم یا اهل یثرب لا مقام لكم فارجعوا. ای اهل مدینه برگردید، برید خونهاتون، برید خونهاتون که اون طرف یهود داره میاد، خونهاتون در مکشوف است و امکان داره دشمن از اون طرف حمله بکنه، سنگر رو رها بکنید برید. اینجا دیگه وظیفه کی است؟ وظیفه منافقین است که در اینجا کارشون شروع میشه. به همین دلیل کسانی که امروز دارن این سر و صداها رو راه میندازن، اینها همونایی هستن که الذین فی قلوبهم مرض، دلهای اینها مملو از بیماری است. دقیقاً همین مشکلی رو که مسلمان‌های مخلص مجاهدین امروز داشتن در عراق، در افغانستان، در سوریه، در فلسطین، در همه جا، همین مشکل رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه تجربه کردن. اول آمدن با وحشت و با ارعاب برخورد کردن با مسلمان‌ها، دیدن نه اینا عقیدهشون، ایمانشون به اندازه قوی است که این چیزا تاثیر نمی‌کنه. بعد از اون روش‌های مختلف شروع شد. اومدن جلوی دعوت رو گرفتن، اومدن صحابه و رسول الله صلی الله علیه و سلم را اذیت کردن، اومدن شروع کردن به شکنجه کردن. مسلمان‌ها رو جمع می‌کردن، می‌بردن در صحرای مکه، اونجا روی ریگ‌های داغ می‌خواباندن، تخت سنگ‌های بزرگی رو، یعنی کسانی که مکه رفتن خواستن در تابستان، درجه حرارت در دشت‌ها به 50 درجه میرسه، 50 درجه سانتیگراد. سنگ‌های کلانی که داغ شده بود، بعضی عکس‌ها رو دیده باشید که اصلا حتی تخم مرغ رو میگیرن رو سنگ میندازن، رو شن میندازن، پخته میشه، به این اندازه داغ میشه. کسایی که رفتن راه‌های اونجا رو دیدن، در تابستان‌ها حتی این قیر ذوب میشه در شاهراها. این تخت سنگ‌های داغ رو می‌آوردن رو سینه‌های اینها می‌گذاشتن، بعد شلاق رو می‌گرفتن اینها رو می‌زدن. اون ریگ‌ها هم نصفش نمک است، تو این بدن اون طرف زخم میشد، این ریگ ها و نمک ها میرفت در بدنش. چه یک وضعیتی بود در اونجا. بعد به اونها میگفتن که کافر بشید و امثال بلال میگفتن احد احد، الله یکیست، الله یکیست. خب تعداد رو بردن زندان کردن، تعدادی از صحابه رو پدراشون، بزرگان قومشون بردن زندان کردن، ابو بصیر و ابو جندل و تعداد زیادی از اینها. خیلی ها رو کشتن، مثلا پدر و مادر عمار بن یاسر و سمیه اولین شهید اسلام بود. انقدر اینا رو شکنجه دادن، پیرمرد و پیرزن رو در صحرای مکه، که هر دوتاشون در زیر شکنجه جان دادن. بعد از اون نوبت آخرین روش تواغیت و مستبدان و ظالمان و ستمگران محاصره است. ببندید همه راه ها رو، دیگه ایمانشو نتونستیم بشکنیم، ارادهشو نتونستیم بشکنیم، جانشو نتونستیم بگیریم، حزبین نتونستیم اینا رو ببریم، بیاید آخرین وسیله چی است؟ محاصره است. همین بود که تصمیم گرفتن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت و صحابه رو محاصره بکنن. محاصره چی؟ محاصره اجتماعی، محاصره اقتصادی، محاصره سیاسی، محاصره نظامی، محاصره مالی، از همه جوانب اینها رو منتقل کردن در یک منطقه‌ای به نام شعب ابی طالب. منطقه‌ای بود که ملک بنی هاشم بود، اونجا منتقل کردن. جالب اینجاست، من گاهی اوقات میگم که مشرکین مکه از مشرکین امروز، از صوفی های سیفی مشرک امروز، از روافض مشرک امروز مومنتر بودن، موحدتر بودن. دلایلش رو بارها گفتم. حتی مشرکین بنی هاشم اگر غیرت دینی نداشتن، غیرت قومی داشتن. گفتن مادامی که محمد و خاندانش
و اصحابش در اینجا معاصره هستن، ما قبول نمی کنیم که در ناز و نعمت اینجا زندگی بکنیم. یک ملعون ابولهب، این خبیث نرفت، در حالی که عموی پیامبره، این نرفت، این ماند به همراه زنش. بقیه بنی هاشم کافر و مسلمانشان وقتی مسلمان ها رو اونجا محاصره کردن، کفار بنی هاشم هم که اونایی که هنوز ایمان نیاورده بودن، از جمله ابو طالب پدر سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، عموی رسول الله صلی الله علیه و سلم، این هم به خاطر اون حمیت و غیرت و دوستی و محبتی که به محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم داشت، ایشون هم منتقل شد به اونجا. همه بنی هاشم رفتن. خب در این محاصره اقتصادی الان کافر و مسلمان بنی هاشم در اونجا هستن، چنان زجر میکشن اینها. خب طبعا این کار ساده ای نبود. این تصمیمی که گرفته شد مثل کاری که امروز سازمان ملل میکنه. امروز کاری رو که مثلا جنایتکارها نتونن انجام بدن، کاری رو که ناتو نتونه انجام بده، آمریکا و فرانسه و انگلیس و این طواغیت و این جنایتکارانی به نام کشورهای غربی اینا نتونن انجام بدن، این کار رو کی انجام میده؟ این کار رو میاد سازمانهای به اصطلاح بین الملل انجام میده، سازمان ملل و حقوق بشر و نمیدونم فلان و اینها همان گرگ هایی هستن در لباس میش، در لباس گوسفند. گرگه، فقط چیز گوسفند رو پوشیده. همون جنایت ها رو اینها به نام کمک های انسانی و به نام فلان و فلان انجام میدن. حتی گفتن که کسی با اینها نمیتونه ازدواج بکنه، نه ازشون دختر بگیرید، نه به اونها دختر بدید، نه به اونها چیزی بفروشید، نه از اونها چیزی بگیرید، حتی بکشید. یعنی اونها رو آهسته آهسته، در عربی بهش میگن الموت البطیء، یعنی مرگ آرام، آهسته آهسته بکشید. سازمان ملل زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم همین دارالندوه قریش بود، جایی که سران اینها جمع می شدن و تصمیم می گرفتن. اونجا آمدن گفتن که والا دیگه راه چاره ای نیست، با محمد چیکار بکنیم؟ بیاید اینا رو محاصره میکنیم. هر کاری کردیم جواب نداد، الان محاصرهشون میکنیم. اینجا اینا میمیرن، اساس مردم فراموششون میکنه و در یک وضعیت بسیار شدیدی 3 سال تمام، امروز که محاصره غزه تنها 2 سال تقریبا تکمیل شد، 1 ماه بعد وارد سال 3 میشه، 3 سال تمام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه در اونجا در بدترین حالت محاصره اقتصادی بودن و همه انواع محاصره، تنها اقتصادی نه. به اندازه وضعیت وخیم شده بود که کسانی که در دور و بر بودن اونجا صدای ناله های کودکان و زنان و سالمندان بنی هاشم رو میشنیدن. بعضی از قریش میگن که از کفار قریش میگه دلمون داشت پاره پاره میشد وقتی که صدای ناله های فرزندان بنی هاشم، کودکان بنی هاشم رو در اونجا میشنیدیم و نمیتونستیم کاری براشون بکنیم. شما فکر کنید شعب ابی طالب یک جای دوری نبود، کنار مکه بود، کنار کعبه بود و مردمی که قبایلی که در اطراف زندگی میکردن اطرافشون یک حلقه محاصره دیگه مثل وضعیت غزه گرفته بودن، نه کسی میتونست وارد بشه نه کسی میتونست خارج بشه. صدای گریه و زاری کودکان اینها از شدت گرسنگی مردم مکه را اذیت میکرد. فکر کنم سعد بن ابی وقاص است که میگه که وقتی که شبی بود خارج شدم برای قضای حاجت، میگه زیر پام یک چیزی خشخشی رو احساس کردم. بعد برمیداره میبینه که یک تیکه پوست خشک شده شتر است. یعنی کسی اینجا سالها پیش، حالا ماها پیش، شتری رو اینجا کشته، بعد پوست این قطعی از پوست میکنن، نه قطعی از پوست این همینجا افتاده، دیدم پوست شتر خشک شده. میگه این رو بردم کوبیدم
شما تصور بکنید، کوبیدم، پودر این رو داخل آب انداختم، اینو جوشاندیم، خوردیم که شاید قوتی بگیریم. به این اندازه وضعیت خراب شده بود در اونجا. خب سبب چی بود؟ چرا این گونه باید برخورد بشه؟ چرا باید این گونه انتقام باید از اونها گرفته بشه؟ چون عزت رسول الله، عزت صحابه، انتشار اسلام، ایمانشون. علی مسلمان شد، عمر مسلمان شد، حمزه مسلمان شد، انسان‌های بزرگ اومدن مسلمان شدن. دیگه هر کاری کردن نه شکنجه جواب داد، نه هر چه شکنجه میکردن ایمان اینها قوی تر بود، هر چه زندان میکردن اذیت میکردن شلاق میزن ایمان اینها قوی تر بود. چیکار کردن؟ الان دیگه بعد از شکنجه و قتل و ارعاب و ارهاب و اینها نوبت میرسه به چی؟ به کشتن به این طریقه. و همه اینها به خاطر چی است؟ به خاطر اینکه اینها مسلمانن، به خاطر اینکه دین دارن. سوره ای است، شاید اکثر شما عزیزان حفظ باشید، از جمله سوره های کوتاه قرآن کریم است، به نام سوره بروج. دوستان عزیز اگر این سوره رو نشون بدن که الله سبحانه و تعالی میگه که والسماء ذات البروج، قسم به آسمانی که دارنده برج هاست، والیوم الموعود و شاهد و مشهود، قتل اصحاب الاخدود. این اصحاب اخدود کیا بودن که ذکر داستانشون در سوره بروج در اینجا میشه؟ النار ذات الوقود، که یک آتش که از هیزم‌های عظیمی آماده کرده بودن. اذ هم علیها قعود، اینها رو بردن زنده زنده داخل این آتش ها چیکار کردن؟ گذاشتن، یا در کناره این آتش ها گذاشتن که بریان بشن. دیدید یک نوع آتش روشن میکنن، بعد مرغ رو یا گوشت رو در داخل سیخ ها یا رو چوب ها اینطوری اطراف آتش میگیرن که این پخته بشه، که روش در بیابان ها بعضی مردم استفاده میکنن. و هم علی ما یفعلون بالمؤمنین شهود، اطراف جمع شده بودن نگاه میکردن. دقیقاً وضعیت امروز، همه چه طرف دنیا دارن نگاه میکنن. همه این ظلم و ستم به خاطر چی بود؟ و ما نقموا منهم الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. این همه انتقام، این همه ظلم، این همه ستم به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که اونها ایمان آورده بودند به کی؟ به الله، به الله عزیز، به الله حمید. پس این انتقام به خاطر ایمانشان هست، این ظلم و ستم به خاطر عقیدهشان هست. و اینجا الله سبحانه و تعالی این وضعیت رو در سوره بروج برای ما بیان میکنه و در ادامه بعد از اینکه این وضعیت رو ذکر میکنه در اینجا یک وعید شدیدی هم میده برای این کشورهای اسلامی، برای این سران بیغیرت کشورهای اسلامی، برای بیش از 2 میلیارد مسلمان بیغیرتی که امروز نمیتوانند از 2 میلیون مسلمان در غزه دفاع بکنن. میگه ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحریق. کسانی که مؤمنین رو، مردان و زنان مؤمن را در فتنه میاندازن، اونا رو شکنجه میکنن، اذیت میکنن و توبه نمیکنن، برای آنها عذاب جهنم است و برایشان آتش فروزان است. و بعد از اون الله متعال یک وعده شدیدی میده و ما و شما زنده خواهیم بود به یاری الله متعال. این رو در زندگی من خواهیم دید که ان بطش ربک لشدید، به راستی که مجازات و کیفر الله سبحانه و تعالی بسیار سخت و دشوار است. انه هو یبدی و یعید، اوست که آغاز می کند و اوست که مرگبار به پایان می برد. پس ناامید نیستیم. اگر امروز مسلمانان در فلسطین گرسنگی میکشن، قحطی میکشن، زخمی هستن، شهید میشن، زندان میشن، گرسنگی میکشن، اگر امروز ما که این امتحانی است برای ما،
امتحانی است از طرف الله سبحانه و تعالی برای ما. اگر ما در این امتحان سرفکنده شدیم، اگر ما در این امتحان ناکام شدیم، این بطش ربک لشدید، و کیفر الله سبحانه و تعالی و جزایی که الله سبحانه و تعالی برای اونها در نظر گرفته است برای ظالمینی که این ظلم و ستم را انجام میدن شدید خواهد بود. خب 3 سال به پایان رسید. چطور به پایان رسید؟ تعدادی از مشرکین با غیرت، در تاریخ اسمشون ذکر شده، هشام ابن عمرو از بنی عامر، زهیر ابن ابی امیه مخزومی از قبیله سیدنا عمر رضی الله تعالی عنه، و ابو البختری ابن هشام، و زمعه ابن الاسود، و المطعم ابن عدی. اینها 4-5 نفر از سران قریش بودن که اینها رفتن خلاصه در سازمان ملل قریش در اونجا اعتراض کردن. بابا این چه وضعشه؟ اینا برادران ما هستن، همه قریش با هم دیگه تقریبا از یک نسل هستن، همشون از نسل به اصطلاح یک قبیله هستن، از یک پدر و مادر هستن، همه اینا فرزندان اسماعیل هستن. چرا باید با برادرانمون با خواهرانمون این گونه رفتار بکنیم؟ مسلمان نیستن ها، اینا که ذکر کردم یکیش هم مسلمان نشدن، هیچ کدومش تقریبا مسلمان نشدن، همه در شرک مردن، اما غیرت دارن، انسانیت دارن، وجدان دارن، چیزی که امروز سران کشورهای اسلامی ندارن، چیزی که امروز مسلمان ها ندارن. طرف پشت فیسبوک نشسته این سران کشورهای اسلامی کجا هستن؟ تو خودت کجا هستی؟ من کجا هستم؟ بیاید از خودمون شروع بکنیم. به خاطر اینکه صفحمون در فیسبوک بسته نشه اسم غزه رو میخوایم بنویسیم، غین مینویسیم 4 تا نقطه میذاریم، ز مینویسیم 5 تا نقطه میذاریم، ها مینویسیم 2 تا نقطه میذاریم. چرا؟ چون صفحه فیسبوک حاضر نیستیم صفحه فیسبوکمون رو قربانی بکنیم، حاضر نیستیم صفحه تیک تاکمون رو قربانی بکنیم به خاطر فلسطین. بعد بلند میشیم در همون صفحه مینویسیم که سران مزدور کشورهای اسلامی کجا هستن؟ تو کجا هستی؟ این سران کشورهای اسلامی از مریخ و مشتری و زحل نیامدن، فرزندان ما و شما هستن. ما هم به جای اونا باشیم از اونا بدتر میشیم. این انسانهای با وجدان و با غیرت رفتن چیکار کردن؟ با هم دیگه نشستن گفتن باید این محاصره شکسته بشه. خلاصه رفتن اول در سازمان ملل مشرکین، اونجا هر کاری کردن نتونستن کسی رو قانع بکنن، حتی بین اونها و بین ابو جهل درگیری هم شد. بعد رفتن خلاصه گفتن ما میریم این عهدنامه‌ای که نوشته بودن، یک قراردادی نوشته بودن، قطعنامه شماره 1 سازمان ملل مشرکین، اینو آویزان کرده بودن در کعبه. چیزی که در کعبه آویزان میشد دیگه این مثل قانون اساسی بود، کسی نمیتونست این رو روش ایراد بگیره. گفتن میریم این رو پاره میکنیم. وقتی رفتن اونجا دیدن که نصف این قطعنامه رو موریانه خورده، اصلا قطعنامه‌ای وجود نداره، نصفشو خورده موریان. باقی ماندهشو گرفتن پاره کردن و با شجاعت این 4-5 نفر انسان با وجدان چی شد؟ این محاصره شکسته شد و بنی هاشم و رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه و اهل بیت از اونجا آزاد شدن و برگشتن به خونه‌هایشون. الان 3 سال رسول الله صلی الله علیه و سلم و صحابه در اونجا زجر کشیدن، درد کشیدن، مشکلات، سختی ها. اگر بر اساس تفکر منافقین امروزی ما باشه، الذین فی قلوبهم مرض، چی میگن؟ خب چه نتیجه گرفت پیامبر؟ میرفت همون مشرکین پیشنهاد کردن که ای محمد چی میخوای؟ خونه میخوای بد میدیم، قصر میدیم، دختر زیبا میخوای زیباترین دختر قریش رو به ازدواج در میریم، ملک میخوای تو رو پادشاه خودمون قرار میدیم، هر کاری میخوای برات انجام میدیم. اگر بر اساس تفکر منافقین امروزی باشه یا بر اساس تفکر جمعیت اصلاح و اخوان المسلمین امروزی، نه اخوان المسلمین انسانهای مخلصشون باشه، برو حالا چه اشکالی داره؟
مثلا طرف میگه خب تو چرا در حکومت دست نشانده کار؟ ما داشتیم از داخل کار میکردیم، ریش سیبیلمون هم تراشیده بودیم، خلاصه داشتیم از داخل کار میکردیم. اینی نمیگه که تو داشتی سیاهی لشکر دشمن میشدی در اونجا. بر اساس تفکر اینها اگر باشه، خب پیامبر باید قبول میکرد، میگفت ملک رو قبول کن، پادشاهی رو قبول بکن. یا یک متیار صاحب مثلا آمد با آمریکا با دولت دست نشانده صلح کرد. به خاطر چی؟ که ما میریم از داخل کار میکنیم، من اونجا میرم در انتخابات شرکت میکنم، بعد رئیس جمهور میشم، بعد از آمریکایی‌ها خواهش میکنم پلیز تشریف ببرید، ما میخوایم کشورمون رو خودمون اداره بکنیم. خب بر اساس تفکر این جماعت اگر باشه، باید پیامبر قبول میکرد، میگفت خب که مشکلی نیست، بیایید شما این ملک رو به من بدید، بعد از که من ملک رو گرفتم بعد دوباره دعوتم رو شروع میکنم، اون وقت پادشاه هم دیگه میتونم دعوت بکنم. نه، اون که ملک به تو میده، پول به تو میده، زن به تو میده، تو رو میخره، تو دیگه غلامش میشی. به خاطر همین پیامبر حرف مشهورشون رو فرمودن که اگر خورشید رو در این دستم و مهتاب رو در این دستم قرار بدین، برای یک لحظه از دعوتم فروگذار نخواهم کرد. دیدن همه این روش ها نتیجه نداد. چی شد؟ محاصره. حالا بر اساس تفکر منافقین امروزی باشه، خب این محاصره چه نتیجه داشت برای پیامبر؟ چقدر کودک از دست رفت، چقدر انسان در اونجا مرد، خدیجه فوت کرد، ابو طالب فوت کرد، پیامبر ضعیف شد، صحابه و اهل بیت نصف وزنشون را از دست دادن، سوء تغذیه گرفتن، بیماری‌های متفاوت در بینشون شیوع پیدا کرد. نتیجه چی شد؟ دخترها جوان موندن، عروسی نکردن، کسی بهتون دختر نداد، بچه‌هاتون بدون زن ماندن. چه فایده کردید شما در شیعه ابی طالب؟ اما معیار پیروزی در نزد الله سبحانه و تعالی چیز دیگری است. انسان میتونه کشته بشه و او پیروز باشه، زخمی بشه و او پیروز باشه، زندان بره و او پیروز باشه، شکنجه بشه و او پیروز باشه، خانهش، زندگیش، شهرش با خاک یکسان بشه و او پیروز باشه. چون معیار پیروزی در نزد الله و مؤمنین معنوی است، در نزد منافقین و کفار مادی است. اونا پیروزی رو در این میبینن که خیابان‌های لوکس، زرق و برق، ساختمان‌های بلند، برق، تکنولوژی، ما پیروزیم. اما این پیروزی در نزد الله سبحانه و تعالی این پیروزی نیست. بعد از محاصره شیبه ابی طالب، ناگهان اخبار این محاصره ظالمانه و جائرانه مشرکین در بین قبایل عرب، مثلا میرفتن در مجالسشون قصه میکردن، میگفتن خبر هستید شخصی هست به اسم محمد، یک یاران مخلصی داره، یک اهل بیت مخلصی داره، حتی کسانی که به دین او هم نیستن چنان او رو دوست دارن که 3 سال تمام در معاصره دارن در یک دره زندگی میکنن، نه آب، نه غذا، نه روابط اجتماعی، هیچ امکاناتی هم ندارن، اما هنوزم بر دین و اعتقادشون پایبند موندن. چه مذهبی هستین؟ بریم این رو مطالعه بکنیم، بریم در مورد اینا اطلاع به دست بریم که اینا چه انسان‌هایی هستن که این گونه دارن زندگی میکنن. همین شد که در بین هیاهویی در بین قبایل ایجاد شد و سال بعدش هزاران نفر آمدن مسلمان شدن. همه مدینه مسلمان شد. تصور کنید همه مدینه، یک شهر کامل، یک قدرت کامل آمد مسلمان شد. کاری که امروز در غزه صورت گرفت. درست است غزه به خاک یکسان شد، 70-80 هزار نفر به شهادت رسیدن، اما امروز همان غربی ها، همان امت هایی که چقدر اعتماد داشتن بالای دموکراسی و حقوق بشر و آزادی بیان و فلان و اینها، چی شدن؟ اون اعتمادشون رو از دست دادن و به مرور زمان ما نتایج این نصر و پیروزی الله سبحانه و تعالی رو خواهیم دید. نتیجه دیگر این بود که در بین مردم شایع شد این چه ثباتی است، این چه پایداری بر عقیده است، این چه عقیده‌ای است که طرف حاضر است به خاطرش از گرسنگی بمیره، جان بده، اما عقیده و ایدئولوژی که داره اون رو از دست نده. نمانند منافقین امروزی که دینشون رو در مقابل بهای اندک میفروشن. همین بود که آخرین سلاحی که مشرکین استفاده کردن
برگشت به طرف خودشون. دیگه نتونستن بعد از اون دیگه در تاریخ نتونستن مسلمان ها رو محاصره بکنن، چون از کنترلشون خارج شد. الله متعال میفرماید که و یمکرون و یمکر الله والله خیر الماکرین. اونا دسیسه میکنن، اونا برنامه ریزی میکنن و الله سبحانه و تعالی هم در مقابل اونها برنامه ریزی میکنه و الله سبحانه و تعالی بهترین برنامه ریز است، بهترین پلانگذار است. و نکته دیگر که یک آزمایش و ابتلایی شد برای اون نسلی که در شعب ابی طالب 3 سال زندگی کردن. 3 سال، الان طرف 4 سال دانشگاه میخوانه، در ناز و نعمت بهش لیسانس میدن، طرف یک مدرک عالی میگیره، مدرک دانشگاهی داره دیگه، طرف میتونه که بره هر جایی کار بکنه. 3 سال در اونجا یک مدرکی داده شد برای اینها، مدرک اخلاص، مدال اخلاص، پایداری، ثبات، تقوا. و این روزها را الله سبحانه و تعالی میاره در بین امت. این روزهای پیروزی و شکست رو الله سبحانه و تعالی میاره و تا ببینه که مؤمن واقعی کیست و منافق خالص کیست. آیاتی هست در سوره آل عمران از آیه 139 به بعد، خدمت شما اینها رو با هم مرور میکنیم که الله متعال میفرماید که ولا تهینوا، سست نشید، ولا تحزنوا، اندوهگین نشید، و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شما بالایید، شما برترید اگر که مؤمن باشید. معیار پیروزی ثبات و پایداری در ایمان است در نزد الله سبحانه و تعالی. این یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله. اگر به شما زخمی رسیده، شکنجه شدید، زندان شدید، کشته شدید، شهر و دیارتون خراب شده، اونا هم در امان نبودن. 7 اکتبر بعد از تأسیس اسرائیل بزرگترین ضربه نظامی بود بر نظام اشغالگر صهیونیستی. و تلک الایام نداولها بین الناس، این روزهای پیروزی و شکست رو ما میگردانیم در بین مردم. ولیعلم الله الذین آمنوا، تا اینکه الله سبحانه و تعالی آشکار بکند مؤمنین واقعی رو. و یتخذ منکم شهدا، یک دیگر از اسباب این روزهای شکست و پیروزی و اینها و دست به دست شدن این در بین مسلمان ها و کفار این است که بعضی از انسان ها رو الله سبحانه و تعالی به مقام شهادت برساند. شهادت، خیلی آرزوی شهادت میکنن. یک دوستی بود در جهاد روس شرکت کرد، در جهاد کشمیر شرکت کرد، در جهاد تاجیکستان شرکت کرد، در جهاد ضد آمریکا هم شرکت کرد، در هر جایی که خلاصه جهاد بود بر علیه کفار این شرکت کرد. الان هم زنده داره میگرده، ماشاءالله 3-4 برابر منم وزن داره. چرا؟ چون الله متعال میفرماید و یتخذ منکم شهدا، خداوند انتخاب میکند از بین شما شهدا رو. هر کسی که آرزو کرد به آرزوش نمیرسه، خداوند انتخاب میکنه از بین تو. میبینه از بین 100 نفری که آرزوی شهادت کردن 2 تا رو انتخاب میکنه، مخلص ترینشون رو، بهترینشون رو، با تقواترین و با ایمانترینشون رو. چون یک مرتبه است، یک مقام است، به هر کس داده نمیشه. والله لا يحب الظالمین، و الله سبحانه و تعالی ستمگران را دوست ندارد. خب هدف دیگر چی است؟ در صفحه بعدی چی میگه؟ ولیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین، تا الله سبحانه و تعالی تحمیص بکنه. تحمیص یعنی پاک کردن، بریان کردن، پخته کردن. تحمیص حتی در عربی مثلا تحمیص القهوه ذکر میشه، مثلا یه قهوه رو بریان کردن، قهوه رو برای که آماده بکنن این رو سرخ میکنن. پخته کردن، آماده کردن، به حالت پختگی رساندن، پاک کردن، تمیز کردن.
یکی از اهداف این پیروزی ها شکست ها این است که الله سبحانه و تعالی انسان های پاک و پاک، مثلا شما رو به خدا اگر آمریکا نمی آمد افغانستان، شما متوجه می شدید که سیاف یک منافق پست رذل وطن فروش دروی دروغگوی، متوجه نمیشد کس. و اینایی که رفتن شنواری صاحب و نمیدونم محسنی صاحب، همین بزرگا علما رفتن، این جمعیت اصلاح و اینا همه رفتن در کنار کفار، در کنار ناتو، در لوی جرگشون، در مجلسشون، در اونجا قرار گرفتن. اگر آمریکا نیومد شما اینا رو میشناختید؟ والله 100 سال میگذشت نمیشناختید. آمدن آمریکا بود که چهره های اصلی اینها رو برای ملت آشکار کرد که اینها چه دین فروش هایی هستن، چه وطن فروش هایی هستن، چه ناموس فروش هایی هستن اینها. بعد از اون الله سبحانه و تعالی چی میگه؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، فکر میکنید به همین راحتی وارد بهشت میشید؟ ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم و یعلم الصابرین، فکر کردید همینطور بهشت آماده است، در رو باز میکنن میگن بفرمایید اهلا و سهلا؟ نه اینطوری نیست. از این امتحانا باید رد بشی. باید تا امتحان کنکور ندی وارد دانشگاه نمیشی، تا هر سال امتحان ندی به کلاس بالاتر نمیری، تا در امتحان سال آخر کامیاب نشی کسی به شما لیسانس و فوق لیسانس و دکترا نمیده. دنیا امتحان است، اینجا دار امتحان است. ام حسبتم من تدخلوا الجنه، میخواید مفت وارد چیز بشید؟ بعضیا هستن در کنار اشغالگرم بوده، از دولت دستشانده حقوق هم گرفته، ملای مسجدم بوده، عالم دینم بوده، مبلغ و دعوتگرم بوده، امروز هم دعوای این رو داره که بیاد مثلا وزیر بشه در افغانستان. یعنی چی؟ میخواد هم شهید بشه، هم غازی بشه، هم غنیمت بگیره، هم صحیح سلامت پیش زن و بچهش بره. اینطوری که نمیشه. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یعلم الله الذین جاهدوا منکم، تا الله سبحانه و تعالی مجاهدین واقعی را از بین شما باید معلوم بکنه. و یعلم الصابرین، و مشخص بکنه انسانهای صابر رو. بعضیا هستن رو منبر که میرفتن ما میخواهیم در راه الله شهید بشیم، ما میخواهیم جان خود را فدا بکنیم. بله امروز روز امتحان اومد، بفرما. به قول پشتونها دا گز دا میدان، بفرمایید اینم میدان. ولقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه، پیش از این که مرگ به سراغتون بیاد آرزوی مرگ میکردید. فقد رأیتموه و انتم تنظرون، الان دارید میبینید. بفرمایید کی است آماده؟ بعضی فکر میکنن الان با شکست خوردن حماس که انشاءالله شکست نمیخوره، الله سبحانه و تعالی ان تنصر الله ینصرکم، و یقین بدانید که پیروز هستن. بعضی فکر میکنن با خراب شدن غزه، با شکست خوردن حماس، با از بین رفتن مثلا مجاهدین در اونجا اسلام نابود میشه، جهاد از بین میره، دست رو دست بگیریم بشینیم. در ادامه آیه الله متعال جواب میده و ما محمد الا رسول، محمد یک پیامبری است، قد خلت من قبله الرسل، قبل از اونم پیامبرانی آمدن و رفتن. افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر مرد یا کشته شد برمیگردید، دین رو رها میکنید، میدان رو رها میکنید. پس حتی به کشته شدن پیامبر ما دینمون رو، عقیدهمون رو، راهمون رو، هدفمون رو ترک نمی کنیم، سنگرمون رو ترک نمی کنیم. و در آیه بعدی و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا. بعضی هستن اگر این هفته اکتبر اتفاق نمی افتاد اینها نمی مردن، اینا اجلشون اومده بود. اگر در هفته اکتبر اتفاق نمی افتاد سیل می اومد، زلزله می اومد. چه کشورهایی هستن زلزله میاد 60-70 هزار نفر میمیرن. و همین تعدادی که در فلسطین شهید شدن در یک شب در منطقه هاتای در ترکیه زلزله شد، شهید شدن در یک شب. اینجا در 2 سال همین تعداد در اونجا در یک شب.
زلزله شد، عجلشان آمده بود. الله متعال در اینجا میفرماید که هیچ امکان نداره یک انسانی بمیره مگر به اجازه الله سبحانه و تعالی، وقتی که اجل معین براش تعیین کرده باشه. پس اینو نگید که اگر 7 اکتبر اتفاق نمیافتاد اینا نمیمردن، 7 اکتبر اتفاق نمیافتاد زلزله میشد میمردن، سیلاب میشد میمردن، یک بلای آسمانی میومد میمردن. از اجل الله سبحانه و تعالی نمیشه فرار کرد. پس درس بزرگی که ما گرفتیم درس صبر و پایداری است در مشکلات و سختی ها که صحابه و رسول الله صلی الله علیه وسلم در محاصره شعب ابی طالب در مکه گرفتند و بعد از اون کسانی در این دانشگاه تربیت شدند که در ظرف 30 سال نصف کره زمین رو فتح کردند. اگر اون مدرسه نمی بود نه ایرانی فتح می شد، نه خراسانی فتح می شد، نه آفریقایی فتح می شد، نه شامی، نه فرسی، نه رومی. و این صبر و پایداری از کجا در وجود اینها نهادینه شده بود؟ از اون روزهای سختی که در مسیر دعوت در کنار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گذراندند. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون؟ آیا مردم فکر میکنن کمی که بگن ایمان آوردیم مسلمان شدیم آزمایش نشن امتحان پس ندن همین خلاص کافی است براشون؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ صبر بزرگترین درسی است که در مشقات و سختی ها انسان ها میگیرن و این درسی بود که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه کرام و اهل بیت اطهار در کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفتن. و رسول الله صلی الله علیه و سلم نیکی همون انسان‌های با وجدانی که در بین قریش بودن همونها رو فراموش نکردن. در روز فتح مکه به مصعب بن عدی 300-400 تا شتر هدیه دادن. یکی از همین 5 نفر در جنگ بدر شرکت کرده بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم به صحابه فرمودند که اگر او را دیدید نکشید. اگر او را دیدید نکشید، به خاطر اون نیکی که در شعب ابی طالب کرده بود. مسلمان نیکی کافر رو هم فراموش نمیکنه، چه برسه به مسلمان. همه این سختی ها، همه این فشارها بر روی مسلمان ها به خاطر چی است؟ حالا در غزه به خاطر چی است؟ حماس باید تسلیم بشه، حماس باید سلاحش رو تحویل بده. چرا؟ چون دشمن کفار از مؤمن متقی و ملتزم و پایبند به دینش میترسن. هر روشی رو برای نابودی او استفاده میکنن، حالا جنگ باشه، شکنجه باشه، محاصره اقتصادی باشه، از هیچ نوع ظلم و ستمی در مقابل آنها فروگذار نمی کنند. و هدف اصلیشون چی است؟ یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم. میخوان با این پفایشون، با این زحمت‌های الکی که میکشن، نور اسلام رو خاموش بکنن. والله متم نوره ولو کره الکافرون. الله سبحانه و تعالی نورش رو کامل میکنه ولو اینکه کافران نپسندن. چه تعداد زیادی از علما و دعوتگران از انسانهایی بودن که به خاطر دینشون، به خاطر عقیدشون کشته شدن، زندان شدن. امروز چنان نامشان در بین امت جاویدان است که انه همه این امت شاگردان مدرسه او هستند، در حالی که اجازه نداشت که 4 تا شاگرد رو درس بده. امام احمد، ابن تیمیه، امام ابو حنیفه، خیلی از بزرگانی بودن که چه سختی ها، چه شکنجه هایی رو در راه دین چشیدن. و این یقین کامل رو باید داشته باشیم که نصرت و پیروزی الله سبحانه و تعالی نهایتاً نصیب مؤمنین واقعی میشه.
الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب دجى هواها. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. يزيح عن القلوب دجاها. يزيح عن القلوب دجى هواها. بله، با سلامی دوباره خدمت شما عزیزان و با عرض پوزش از مشکلی که پیش آمده بود در سیستم صدا. امیدوارم که الان مشکل حل شده باشه عزیزان. اگر صدا واضح هست به من، بله دوستان میگن که مشکل حل شده. خب در صورت از همین لحظه به بعد باز تماس شما عزیزان را خواهیم داشت. شماره تماس برنامه رو عزیزان زیرنویس میکنن و در مورد موضوع برنامه صحبت خواهیم کرد. بر صورت در مورد محاصره غزه و محاصره‌ای که در صدر اسلام در بعد از بعثت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در مکه رخ داد، در شیب ابی طالب 3 سال صحبت کردیم و درس هایی رو که در این روزهای پیروزی و شکست مسلمان ها باید بگیرن رو ذکر کردیم خدمت شما عزیزان، و اینکه الله سبحانه و تعالی پیروزی و نصرت رو نصیب انسان‌هایی میکنه که اهل صبر و ثبات و پایداری در مقابل دشمنان باشن. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح در بخاری میفرمایند که یا ایها الناس، ای انسان‌ها، لا تتمنوا لقاء العدو، شما آرزو نکنید که با دشمن روبرو بشید.
آرزوی رویارویی با دشمن رو نکنید. وصل الله العافیه، از الله سبحانه و تعالی طلب عافیت بکنید. فاذا لقیتموهم فاصبروا، و اگر که روبرو شدید، وارد جنگ شدید، دیگه در اونجا بهانه تراشی نکنید، در اونجا سستی نکنید، در اونجا ثباتتون رو، ایمانتون رو، پایداریتون رو از دست ندید. و الله متعال میفرماید که وجعلنا بعضکم لبعض فتنة اتصبرون، بعضی از شماها را برای بعضی از دیگر سبب آزمایش و امتحان و ابتلا قرار دادیم. آیا شما صبر پیشه می کنید؟ صبر مهمترین و اساسی ترین بخش پیروزی در مقابل کفار، پیروزی در مقابل مشکلات، و صبر یک نعمت عظیمی است که الله سبحانه و تعالی نصیب انسان‌هایی می‌کنن که مؤمن واقعی باشه. در قصه جالوت و جنودش الله سبحانه و تعالی در سوره بقره می‌فرماید ولما برزوا لجالوت و جنوده قالوا ربنا افرغ علینا صبرا، بارالها بر ما صبر رو فرو فرست، ما رو انسان‌های صبور بگردان. چون در جنگ، در مقابل دشمن، در اونجا دیگه کسی به کسی رحم نمی‌کنه، در اونجا شیرینی پخش نمی‌کنن. و ثبت اقدامنا، ما رو ثابت قدم بدار. چقدر امروز ما مسلمان‌هایی داریم که در اولین آزمایش صبر و تحمل رو از دست میده، ثبات و پایداری که اصلاً وجود نداره. صبر کردی، ثابت قدم بودی، بعد از اون وانصرنا علی القوم الکافرین، ما رو بر قوم کافر پیروز بگردن. پیروزی با صبر و پایداری نصیب انسان میشه. و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بزرگترین نمونه صبر و پایداری بودن. شما تصور بکنید در طول زندگی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم شما هیچ روایتی، حکایتی از این که رسول الله صلی الله علیه و سلم جزع فزع کرده باشن، شکایت کرده باشن از سختی ها و مشکلاتی که در مسیر دعوت، در مسیر نشر توحید و یکتاپرستی دیدن. شما ببینید در طائف با پیامبر صلی الله علیه و سلم چه برخوردی میشه در اونجا. با زبان اونها رو میرن دعوت میکنن، با اونها با سنگ و چوب جواب میدن. در همین شعب ابی طالب رسول الله صلی الله علیه و سلم مانند بقیه انسانها 3 سال کامل در اونجا زندگی کردن. حتی ابو طالب عمویشان هر شب یا شاید در یک شب چندین بار بستر ایشان را عوض میکرد، چون چنان شایع شده بود که مشرکین تعدادی از جوانهاشون رو خلاصه آماده کردن برای ترور پیامبر. هر شب یا بعضی از شبها چند بار بستر پیامبر رو عوض میکرد، یک شب در این خیمه، یک شب در اون خیمه، یک شب در اون خیمه. عمویشان به جای پیامبر کی رو میخواباندن در بستر پیامبر؟ یکی از پسرانشون رو، یا سیدنا علی رو، یا جعفر رو، یا یکی از اینها رو. که اگر شما تصور بکنید این محبتی که نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم داشت، کافر ایمانم نیاورده بود و تا آخرم ایمان نیاورد، راضی بود که فرزند دلبند خودش رو قربانی بکنه به خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم، چون میدانست که رسول الله صلی الله علیه و سلم پیامبر است و میدانست که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای مکارم اخلاق،
مردم رو دعوت میکنه. و در این 3 سال و بعد از این همه سختی ها و مشکلات، پیامبر همین عموی مهربان را از دست میده، همسرشون خدیجه کبرا رضی الله تعالی عنها را از دست میدن و همه اینها به سبب همین محاصره اقتصادی و ظالمانه و جائرانه‌ای که مشرکین داشتن. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. بله بفرمایید. استاد آیا ناسیونالیسم و ملیگرایی از دید اسلام حرامه؟ ما اصلا چیزی به اسم ناسیونالیسم و ملیتگرایی و قومگرایی در اسلام نداریم. حرام است بس؟ نه شکی نیست داریم. خب چه ربطی داره به موضوع برنامه ما؟ چون که ما در ایران خیلی مثلا میگم مسئله فلسطین مسئله خود برای فلسطین اصلا توی ما ایرانیان نداره. این سوال ذهن ما رو مشغول کرده بود. ببینید مسئله فلسطین اگر مسئله عرب ها باشه آره درسته، به ایرانی‌ها ربطی نداره. اما این ملتی که خودشون رو میگن که ما تاریخ 5000 ساله داریم، ما نمیدونم منشور به حقوق بشر کوروش داریم، فلان داریم، کوروش بزرگ رفت یهودی‌ها رو نجات داد دست فلانیا. الان مثلا این ملتی که این همه ادعا داره انسان است یا حیوان؟ انسانه دیگه. خب ایرانی هم انسانن. خب این انسان، این بنی آدم در مقابل یک انسان دیگر به اندازه سر سوزن هم احساس نداره؟ پس این چه انسانیتی است که اینا دارن؟ عرب باشه ول کن، عربی رو ول کن، عجمی رو ول کن، اصلا انسان هستید. یک انسانی رو الان شما مثلا یک جوجه ای رو بیارن جلوی شما گردنش رو بکنن، ناراحت میشی یا نمیشی؟ چون مثلا من سر قضیه چون که ما متاسفانه صدا شما داره قطع وصل میشه، نتتون مشکل داره دوست عزیز، اگر دوباره بتونید تماس بگیرید. تشکر از شما. اینی که میگه که قضیه فلسطین به من ربطی نداره، این انسان نیست. باور کنید انسان نیست. اینی که میگه فلسطین مشکل عرباست به من مربوط نیست، به ایرانی ها مربوط نیست، اصلا انسان نیستیم. ایرانی رو ولش کن، عرب رو ولش کن، عجم رو ولش کن، اصلا انسان نیست. سعدی میگه تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. تو آدم نیستی. خیلی ایرانی شدن، لولشون خیلی بالا رفته به خاطر ایرانی بودنشون، اما لول انسانیتشون، آدمیتشون اومده پایین. والله تعجب میکنم، یعنی هنوز هم همچین انسانهایی وجود داره. الله سبحانه و تعالی هدایتشون بده. دوست عزیزی پرسیدن که آیا راهی برای ارسال کمک به غزه وجود داره؟ من در شروع برنامه مفصل صحبت کردم، اگر برگردید انشاءالله بعد از پایان برنامه ببینید، در این مورد مفصل صحبت کردم که راه ارسال کمک به غزه و اینایی که حالا دارن تجارت میکنن به اسم غزه. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم استاد انصاری بزرگوار. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد انصاری، امروز روز استقلال افغانستان است. خواستم یک مورد روشن بسازیم، صحبت بکنیم. یکی که خب ما از دیدگاه دینی یک مقدار به شاه امان الله خان و دکتر نجیب الله اعتراض دارم، بعضی کسایی که بر ترتیب مسائل شرعی را دنبال میکنن، ولی از اون طرف مخالفین دیدم که ما در نظر دیگه چی در زمان شاه امان الله خان مثل بلای لنگ و بچه سقا و نمیفهم قاضی عبدالرحمن پغمانی را که امروز متخصص به او اشاره کرد
و اینا هم چند آدم درست نبودن، یعنی علمای نبودن که تمام جوانب مسائل در نظر بگیرن. یک مقدار مثلا چی برش میگن، یعنی مصلحت را در نظر بگیرن، بعد دیدگاه خودشان را بیان بکنن یا به شکل تدریجی و آهسته آهسته مثلا مسائل بیان بکنن. یک باره وقتی که میگه مثلا اعتراض میکنه نشان نمیده که یا هم بر ترتیب وابسته بودن به جناحی که در اون زمان فعالیت میکرد، مخصوصا انگلیس در اون زمان به شدت فعالیت میکرد که تا بتونه یعنی استقلال مردم افغانستان ظاهر بسازد. یعنی منظور من است که مخالفین هم چندان افراد غیر وابسته و افراد مسلمان بر ترتیب اون طریقی که او چیز میکنن نبودن. یا امروز همین طالبایی که مثلا میاد اعتراض میکنن که امان الله خان بود، شما ببینید شما چی اسلامی را به ما عرضه کرده روی هستین، شما ببینید که دل مردم به خدا از دید سیاه کرده اینا. یعنی اینا هم شما ببینید امروز متقی که می اعتراض میکنه علیه امان الله خان و علیه دکتر نجیب الله یا اینا، خب یه وقتی که میبینیم اینا را که عمل کرد اینا را ببینید که چی فحاشی که جریان داره مثلا یا میکنه یا در مجموع هم عمل کرد اینا را در حکومت داری، وقتی که میبینیم میگم خب بالاخره اونا حق بودن، اونا درست بودن. اگر کسای علمایی که مجاهدینی که مثل شما گمراه بودن علیه اونا قیام کردن، در هر مخالفت میکرد، در هر از علما خود زمان دکتر نجیب الله هم وجود داشتن بودن، در رده‌های بالاتر بودن، ولی کسی کارا باشن علما و یا مجاهدین وطنی بودن به اصطلاح وابسته نبودن. فکر نمیکنیم که این عمل کرده حکومت ها بر علیه یک گروهی که به اصطلاح میگفتن که ما مدافع دین هستیم، اگر که مقاومت میکنن یا استادگی میکنن یا با شدت رفتار میکنن کارشان درست بود. این مسئله رو برای ما استاد انصاری مقدار واضح بسازه. واقعا نمیفهم چی بخوایم در این مورد چی نظری داشته باشه. بسیار تشکر استاد انصاری. تشکر از شما. زنده باشید. موضوع برنامه ما نیست، ان شاء الله در روز جمعه در این مورد صحبت خواهیم کرد. تشکر از شما. بله سلام علیکم، بفرمایید. بیننده گرامی بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته جناب محترم استاد محمد انصاری. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. جناب استاد یک سوال داشتم در رابطه به موضوع برنامه نمی باشم، اگر در مورد نماز است. سوالم این بود که اگر یک شخص به علت مریضی یا عمل جراحی نتواند برای یک ماه نمازش را درست بخواند، قضای آن را چگونه ادا نماید؟ و سوال دومم این بود که یک فرد به چه اندازه میتواند از پیش روی یک نمازگزار عبور کند؟ تشکر از شما. تشکر از شما. نماز خواندن در هر حالت از انسان ساقط نمیشه، الا اینکه دیگه وضعیتی باشه که اصلا مثلا زلزله است، سیلاب است، جنگ است، در جایی که اصلا دیگه حتی در زمان جنگ یک مجاهد باید نماز خوف رو، یعنی طریقه خاصی است که باید او رو ادا بکنه. کسی که در بیمارستان است، عمل جراحی شده، هیچ حرکتی نمیتونه بکنه، روی تخت همینطور افتاده و خاکی رو براش میارن، خاک پاکی رو یا یک چیزی که گرد و خاک روش باشه، تیمم میکنه. نمیتونه تیمم بکنه، کسی دیگری تیممش انجام بده و بعد از اون با اشاره، هیچ بدنش رو نمیتونه تکرار بده، با اشاره دست میتونه نماز بخونه. به پهلو، پشت انداخته، نشسته، در همه حالتها میتونه نمازش رو انسان بخونه. اما اگر هیچ امکان نداشت که نمازش رو بخونه، در اون صورت بعد از که حالش خوب میشه میتونه قضاش رو ادا بکنه. و در گذشتن از پیش روی نماز تا حد امکان انسان سعی بکنه که از جلوی نماز نگذره و رسول الله صلی الله علیه و سلم تاکید کردن. اما یک شخصی است در یک جای داره نماز میخوانه که مسیر و مرور مردم است و مردم کار دارن، عجله دارن، میخوان رد بشن. اولا جای انتخاب نمازمون رو باید دقت بکنیم. بعضی هستن دیر میرسه مثلا به نماز جمعه، جا نمازشو میندازه جلوی در، حالا در یک رکعتش مونده، جمعیت میخوان از مسجد خارج بشن، راه رو بسته. جناب عالی، خود تو دیر رسیدی، برو یک جای گوشه نماز بخون، راه مردم رو نبند. اولا خود نمازگزار باید دقت بکنه. ثانیاً
اگر امکانش باشه مردمی که از اونجا مرور میکنن این ملاحظه رو داشته باشن که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که اگر بدانه کسی که جلوی نماز کسی عبور میکنه مرتکب چه گناهی میشه، نمیدونم چند سالی است، کما قال صلی الله علیه و سلم، صبر میکنه و این رو باید دقت بکنیم. عزیزانی که تماس میگیرن، من در شروع برنامه خدمتتون عرض کردم لطفاً در مورد موضوع برنامه صحبت بکنید. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. استاد احوالم برای سفرتون انشاءالله خوب و سلامت باشی. سلامت باشید. بله بفرمایید. سلامت باشید. استاد عزیز تشکر به خاطر وقت برنامه شما کم است. مطمئن هستم که هیچ کسی را پرسان نمیکنه و هر سخن از خود جای مکان داره. من یک چیز کوتاه پرسان میکنم، باز امید شما جواب بدین. بیبی استاد عزیز، یک گپ واضح و معلومدار است که ایران خودش یک جمله کشورهای است که مانع به استقلال رسیدن سرزمین اشغالی فلسطین است و فقط دلیل از این هیچ نتانستم پیدا کرده که چرا ایران نمیخواه که این سرزمین آزاد باشه. همین رو میخواستم استاد از شما پاسخ بگیرم، به خاطر که از پرسان نمیکرد استاد وقتم کم است. بسیار تشکر. زنده باشید. سلامت باشید. ایران در سوریه، در عراق، در افغانستان، در همه جا میخوان که این سرزمین ها یا دست ما باشه، یعنی دست خودشون باشه، یا در دست کفار یهود و نصارا باشه. المهم در دست مسلمانان واقعی نباشه. الان ببینید مثلا در لبنان، حزب الله در جنوب لبنان برای خودش یک دولتی داشت، شمال اسرائیل رو حمایت میکرد. روزی هم که ایران نخواست قربانیش کرد. این که در داخل لبنان کی بر کی حکومت میکنه، چه نظامی است، اصلا براشون مهم نیست. مسیحی ها هستن، مارونی ها هستن، لایک ها هستن، فحشا هست، فساد است. مرکز فحشای خاورمیانه شده بود لبنان. اصلا برای حزب الله مهم نبود، چون میگن یا ما باید باشیم در سرس قدرت، یا هر کسی میخواد باشه اما مسلمان ها نباشن. این سیاستشون است در همه جا. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام. بفرمایید. خوب هستین استاد؟ سلامت باشید. تشکر از شما. یک سوال داشتم خارج از موضوع، میشه جواب بدین؟ خارج از موضوع روز جمعه انشالله برادر عزیز. تشکر از تماس شما. تشکر. من عذرخواهی میکنم عزیزانی که سوال میپرسن. قبلا هم خدمتتون عرض کردم در شبکه نور برنامه پرسش و پاسخ هست، میتوانید در اون برنامه بپرسید سوالتون. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. در شبکه سلام، میتونم وصل بشم با استاد انصاری؟ بله وصل هستید، بفرمایید. صداتون داره پخش میشه، بفرمایید. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. لطفاً صدای تلویزیون رو ببندید برادر عزیز. سلام. سوالم این بود که مثلا الان اخبار رو من شنیدم، من از ایران هستم، و اینکه آینده غزه چی میشه. مثلا من دیدم که الان اسرائیل از به رسمی شناختن فلسطین و غزه امتناع کرد و خب میخواد اونجا رو پاکسازی کنه، نسل‌کشی کنه. آیندهش به نظر شما چی میشه؟ باشه چشم. تشکر از شما. زنده شد. آینده رو الله سبحانه و تعالی میدونه، غیب ما نمیدونیم. اما اینکه آیا اسرائیل میتونه صدای مجاهدین فلسطین رو در سرزمین فلسطین خاموش بکنه، مجاهدین رو از بین ببره؟ هرگز. وعده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیح هست که تعدادی از امت من هستن که جهاد میکنن و تا روز قیامت و تا وقتی که قیامت برپا میشه و اینها در حالت جهاد هستن. صحابه پرسیدن یا رسول الله اینها در کجا هستن؟ فرمودن در بیت المقدس و اطراف بیت المقدس. و این حدیثی است که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ثابت است
و اینو نشون میده که تا روز قیامت هم تعدادی از امت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در اطراف بیت المقدس در این سرزمین در راه الله سبحانه و تعالی جهاد میکنن و طبق عقیده ما مسلمان ها فتح و پیروزی نهایتاً از آن مسلمان ها خواهد بود. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام استاد، خسته نباشید. سلامت باشید، بفرمایید. استاد بعضی هم میان که دولت اسرائیل رو از یهود جدا میکنن، در صورتی که قرآن یهود رو معرفی کرده و این دولتی هم هست. الان نتانیاهو یک یهودی است، خامنه ای یک شیعه است. نمیشه بگید که خامنه ای شیعه نیست و نتانیاهو یهودی نیست. درست استاد؟ درست. بعضی هم من کلیپ پخش میکنن تو فضای مجازی، میخوان این دوتا رو تفکیک کنن، جدا کنن. نه، یهود با نتانیاهو، دولت نتانیاهو پر میکنه، اینا بیدینن. یهودیان که هستن دین دارن، پیرو حضرت موسی هستن. نه، چرا پس میان تفکیک میکنیم؟ بعضی از این ایرانی ها هستن که دلشون خوشه، خودشون مسلمان میدانن و دلشون خوشه که یهود میاد نجاتشون میده، نتانیاهو میاد نجاتشون میده. و از اون طرف که حماس حمله کرده، حماس مذمت میکنن. برای چی؟ اگر حماس حمله نمیکرد، آیا نتانیاهو به فلسطین حمله نمیکرد؟ غزه را بمباران نمیکرد؟ 70 سال داره بمباران میکنه، داره میکشه مسلمان را. اگر حماس حمله میکرد یا نمیکرد، اون کارش رو انجام میداد. پس بهتر این بود که حماس یه ضربه لااقل به اونا زد. مثل من مسلمان نیست که توی خونه هم نشستم میگم که نه، حماس نباید این کار میکرد. نشستم دارم چای میخورم، پام روی پامه، تصمیم میگیرم یک سیاسیدان شدم که حماس رو محکوم کنم. نتانیاهو که ظلمش آشکاره، برای اینها شده نجات بخش. ممنونم استاد. تشکر از شما، زنده باشید. بعد در این شکی نیست که مثلا تعدادی از یهود هستند که با آنچه که امروز ساختن دولت صهیونیستی در این زمان و در منطقه فلسطین است مخالفن. اما آیا همون یهودی ها از آنچه در تورات اومده از قتل عام مسلمان ها و انسان ها و که ما بقیه انسان ها برای خدمت به یهود آفریده شدن، آیا منکر این هستن؟ نه. پس اون یهودی که الله متعال در قرآن معرفی میکنه همه یهود هست. این تعدادی از یهودیایی که امروز مخالف تشکیل دولت صهیونیستی در فلسطین هستند، نه اینکه مخالف استیلای یهود بر همه جهان باشند، بلکه مخالف تشکیل دولت صهیونیستی در فلسطین هستند. اینها یک فرقه هستند و در اروپا، در آمریکا، در اینجا هم گاهی اوقات تظاهرات میکنند. با یک گروه خیلی اندکی هستند و بعضی از اینها مثلا با بعضی از مسلمان ها هم میرن رفت آمد هم میکنن، محکوم هم میکنن جنایت های رژیم صهیونیستی رو. اما صهیونیست های یهودی در فلسطین اشغالی امروز، اینها یک حزب هستن، یک حزبی که توسط در بعد از جنگ جهانی، قبل از جنگ جهانی اول، توسط شخصی به نام هرتزل تأسیس شد که هدفش تأسیس یک دولت صهیونیستی در منطقه فلسطین امروزی بود که بعد از سقوط خلافت عثمانی به این آرزوشون رسیدن و تا امروز جرم و جنایتشون در اون منطقه ادامه داره. اما اینکه همه یهود همان اعتقاداتی رو دارن که صهیونیستا دارن، بله. آیا صهیونیستا از نگاه مذهبی، از نگاه شریعت یهود، همون اعتقاداتی رو دارن که همه یهود داره، اما حتی همون یهودی که بر طرفداری از فلسطینی ها مثلا تظاهرات میکنه؟ بله. مشکل پس بین اینها چی است؟ اینها یک حزب سیاسی صهیونیستی تأسیس کردن که نه تنها یهود، خیلی از مسیحی های صهیونیست رو هم در بر میگیره. یک حزب سیاسی و تشکیلات نظامی بود که به خاطر ساختن یک دولت.
اونایی که یهودیای دیگری که فعلا مخالف اسرائیل، دولت اسرائیل هستن، اینا همون فکر، همون اندیشه است، منتها میگن این وقت مناسب برای تشکیل دولت نبود که اینها انجام دادن، به خاطر همین میگه به یهود ضربه میزنن. اونا دلشون بال خودشون میسوده، نه مسلمان ها. بیننده گرامی سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. انصاری شما خوبی؟ سلامتی؟ سلامت باشید، زنده باشید، بفرمایید. ما از ایران مزاحم شما میشویم. بفرمایید برادر عزیز. الان آن روی سکه پخش زنده نه؟ بله بله بفرمایید. من میخواستم که در همین مورد بحثتون روی چه قضیه هست؟ من تازه از اولش نرسیده بودم. قضیه محاصره غزه، کشتار ملت فلسطین، رو اولوش همین موضوع داریم صحبت میکنیم. با جهت تشکر از شما میکنم که خیلی ممنون، متشکرم از برنامه خوبتون. خداوند موفق پیروز بگردان ما همه شما مسلمینو. آمین آمین. تشکر از شما برادر، تشکر. و دیگه چیزی که این مثلا ما که از اینجا زنگ میزنیم، این واتساپ زنگ میزنیم، دیگه برای مثلا این طور چیز نیست که از طرف دولت و اطلاعات اینا کنترل بشه، اینا جهانی چطوری هست؟ نه خاطرتون جمع باشه. کی رو میخوان کنترل بکنن اول؟ خاطرتون جمع باشه، مشکلی پیش نمیاد ان شاء الله. مشکل انشالله. دولی این شماره که روی چی شخصی خودتونه یا نه؟ شماره کانال هستیم. میشه برای شماره شخصی خودتون برای ما همین شماره پیام کنی؟ باشه انشالله، من شما رو یادداشت کنم. باشه انشالله. متشکرم. سلامت، التماس دعا. تشکر شما. خدا نگهدار. دعا خیر میکنم، موفق باشید. خدا حافظ. سلام. تشکر میکنم از این بیننده عزیز. بیننده گرامی بفرمایید. سلام آقای انصاری. علیکم السلام و رحمت الله. سلام، حال شما خوبه؟ من چند بار دیگه هم فکر کنم زنگ زدم. بفرمایید. این دفعه تازه لایف شما نگاه کردم درباره فلسطین و اسرائیل بود. من یه سوال دارم، چرا این همه کشورهای اسلامی یا ما به عنوان مسلمان ها که الان بیشتر از 20 تا کشورهای عربی از بقیه رو حساب کنید، نزدیک 20 تا کشورهای اسلامی یا 30 تا کشورهای اسلامی، چرا ملاهای ما یه جای جمع نمیشه، از افغانستان باشه یا کشور دیگه از مسجدها بلند نمیشه، تظاهرات نمیکنن، همه نمیاد تو خیابونا، تو سرک بیاد بگن که رو دولتاشو فشار بیاره که روی اسرائیل فشار بیاره، به خصوص کشورهایی مثل چی میگن کشورهای عربی که نفت هم دارن، پولدار هم هستن. درست. برادر عزیز، شما فکر کنم در اروپا زندگی میکنید، شاید از تاریخ هم اطلاع داشته باشید. در طول تاریخ کشوری بوده که توسط تظاهرات آزاد شده باشه؟ به نظر من آره میشه. چرا نه؟ تو همین کشورهای اروپایی که تو آلمان من هستم، مردم میاد تظاهرات میکنه هر روز تو خیابون. خود آلمانیا میاد تظاهرات میکنن که نباید حمایت کنه که الان تازه دولت. نه میگم همین تظاهرات کردنها آیا سبب میشه که مثلا یک دولت اشغالگری که اومده یک کشوری رو اشغال کرده بره بیرون؟ اگه رو کشور خودش فشار بیاره که دولتش نتونه حمایت کنه که اسرائیل یا مثلا دیپلماتیک یا هر چیز دیگه فشار بیاره میشه، ولی الان اگه ما بشینیم هیچ کاری هم نکنیم که کار نمیشه. ببینید به نظر من دعا کنیم، با دعا که هیچ کشوری آزاد نشده. من به نظر من نه با دعا، بله، نه با دعا نه با تظاهرات، کشوری که اشغال شده با جهاد، با مبارزه آزاد میشه. ما در طول تاریخ ببینید
الجزایر، تونس، کشورهای آفریقایی، افغانستان، ایران، کل کشورها رو ببینید. خون دادن، میلیون ها شهید دادن که آزادی و استقلالشون رو گرفتن. یعنی 100% این موافقم، ولی اگه ما بشینیم هیچ کاری نکنیم قوم کار نمیشه. من هر روز این ویدیوهاش میبینم، خدای من الان بعضی موقع از خودم خجالت میکشم، میگم من مالیات میدم به یه مردم میدن که داره نسل کشی میکنه. درست. من الان در شروع برنامه نمیدونم شما تشریف داشتید یا نه، مفصل در این مورد صحبت کردیم. همه ما مسئولیم، هر کس مسئوله، من، شما، هممون مسئولیم. در قبال یکی لحظات پیش یکی زنگ زده بود که والا مردم ایران میگن که والا مسئله فلسطین به ما ربطی نداره. گفتم اینا انسان نیستن که این حرف رو میزنن. انسان باشن به انسان ربط داره. در همین اروپا و آمریکا ببینید که مردم اروپا و آمریکا، مردمای با وجدانشون به خیابونها ریختن، تظاهرات کردن به خاطر فلسطین. یعنی اگر مسلمان نیستن، اگر عرب نیستن، انسانن. هر انسان مسئولیت داره در قبال جنایاتی که صورت میگیره در اونجا و به هر وسیله‌ای ما میتونیم که جلوی این جنایات رو بگیریم. کمترین کاری که میتونیم میکنیم بایکات شرکت‌های آمریکایی و اسرائیلی است. اگر به یاد داشته باشید هفته گذشته ترامپ گفت در ایالت‌هایی که شرکت‌هایی که به اسرائیل کمک میکنن رو بایکات بکنن، کمک‌های فدرالی رو به اونها قطع میکنه. شاید این خبر رو شنیده باشید. این به این معنی است که بایکات کردن نتیجه میده. 100% همین تظاهرات تو آلمان که من میبینم ما میریم یه شرکت میکنیم، یا خیلی بیشتر از خود مسلمان‌ها، بیشتر خود آلمانی‌ها هستن که میاد تظاهرات میکنن. درست. نباید کمک کنیم، حمایت کنیم، جنگ باید بند بشه، مردم باید کشته نشه. ولی خب من به اون کشورهای اسلامی که نگاه میکنم هیچ کاری نمیکنن. همه الان مصر نگاه کن، مردش بس حتی کمک هم نمیکنن. درست. یک کشورهای دیگه که نزدیک هستن اونا تازه نمیذارن حتی غذا به اونا برسن به خاطر اسرائیل که اسرائیل با ما حسیب نزنه. دقیقاً. ببین برادر عزیز، مثلا مرسی رو دیگه واسطن اگه نشو به نظر خودم مثلا تو هر مسجد اگه مولا بلند بشه میگه مردم بیا پشت سر ما، یا میمیریم یا دولتمون فشار میاریم که از امروز درست. باید کسانی که به اسرائیل ارتباط دارن ما باید با اونا ارتباط قطع کنیم. برادر عزیز، همین چند سال پیش همین چند سال پیش وقتی که دولت مرسی رو سرنگون کردن و بعداً ایشون فوت کرد در زیر شکنجه و وضعیتی که در زندان بود، یک دولتی که با انتخابات آزاد و به شکل دموکراسی که همین دنیای غرب و شرق همه اینو قبول دارن، چرا این دولت رو سقوط دادن؟ یک نوکر مزدور خبیثی رو آوردن اونجا به عنوان رئیس جمهور تعیین کردن که نه انتخاباتی است و نه فلان، نه مجلس و نه پارلمانی. چرا؟ به خاطری که براشون خدمت بکنه. اینایی که امروز در این کشورها نشستن به عنوان رئیس جمهور و رهبر و بزرگ این کشورها، اینا نوکرای اونا هستن. نوکر اسرائیل است. نامش مسلمان هست، نام محمد و احمد و اسمای عبدالفلان و عبدالعلان داره، اما نوکر است. نوکر. خب بازم مردم همون کشور مقصرن. بلند نمیشه. گفتم همه مسلمان ها مقصرن. همه مسلمان ها مقصرن. همه بشریت مسئولن برادر عزیز. همه مسلمان ها، همه بشریت مسئولن. تشکر از شما. تشکر. زنده باشید. فکر کنم این آخرین تماس برنامه باشد. بیننده عزیز سلام علیکم، بفرمایید. خب دوستان عزیز، به پایان وقت برنامه رسیدیم. بابت مشکلات فنی که در برنامه داشت من عذرخواهی میکنم از تک تک شما عزیزان. انشاءالله سعی میکنیم که بعد از این مشکلات تکرار نشه. تشکر میکنم از محمد طاها برادر عزیز که اعلان کردن که موحد شده بودن و طلب دعا کردن. الله سبحانه و تعالی سعادت دنیا و آخرت نصیبشون بکنه. و سوالی هم کرده بودن که کسانی هستن از غزه کلیپ پخش میکنن از فلسطین و کمک جمع میکنن. من در شروع برنامه عرض کردم خدمتون، ما نمیگیم که همه دزدن، همه دارن سوء استفاده میکنن، همچین حرفی رو نزدیم. اما شما دقت بکنید، انسان هایی که قابل اعتماد هستن، به ایمانشون، به تقواشون اعتماد دارید، از طریق اونها کمک بکنید. چون که الان بازار تجارت
بر سر خون ملت فلسطین خوب گرم شده در بین کشورها، در بین سازمان‌های خیریه، در بین سازمان ملل، اروپا، آمریکا، هر کس به نوبه خودش داره بزنس میکنه و اینکه کمک‌ها مستقیما به مردم غزه رسانده میشه خیلی مشکل است. کسایی که حتی پول حواله میکنن چیزی در حدود 30% کمیسیون میگیرن و هر کس داره منفعت خودش رو میسنجه. به خاطر همین روی این قضیه خیلی حساس باشید و به هر کسی که حالا فیلم پخش میکنه و عکس نشونتون میده فقط به همین خاطر اعتماد نکنید. طرف رو ببینید که چگونه انسانی هست، امین هست، صادق هست و واقعا این کمک ها رو میرسانه. حق دارید شما بپرسید ازش که از چه طریقی میرسانه، چطور میرسانه و این رو در شروع برنامه خدمت عزیزان بیان کردم. الله سبحانه و تعالی شر ظالمین و مستبدین و ستمکاران و جنایتکاران یهود و نصارا و منافقین رو از سر امت اسلامی دور بکنه و به مسلمانان عزت و سربلندی و پیروزی نصیب بکنه. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني